هر صفی که پیش است باید خولگی نباشه. بعد از این راست کردن صف به پیش پا، به نوک پا، با انگشتای پانه و به کونی پا، به عقب پا باشه. ما پیش پا داریم که انگشت است، عقب پا داریم. مثلا بسیاری مردم صف رو به همون انگشت ها به پیش پا راست میکنن. این نادرست است. به پیش قدم راست کردن. به عقب پا چی کرده میشود؟ بارک الله فیکم، صف ها راست کرده میشود. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم از همون فرجه ای که بین پای ها میماند من کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بین پای هایتون فرجه نگذارید که اگر فرجه یک جای خولگی گذاشته شیطان داخل میشه. و در زیر این حدیث در فتح الباری ابن حجر اسقلانی با سخنهای علما را ابن حجر اسقلانی بسیار آوردن که صحابگان در وقت نماز خواندن اینقدر به همدیگر جفس می‌استادن که پایهاشون به همدیگر جفس میشد و حتی زونه هاشون میرسید، کیفتاشون میرسید و از سبب سخت جفس بودن بعضی این کرته ها آستین هاشون سوده میشد میدرید. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بین صف بین قدم هاتون فرجه نگذارید، لا تترکو فرجه للشیطان، برای شیطان نگذارید. گفتن زیرا که چقدر که بین شما بین برادر شما بین در صف جداگی هست، فرجه هست، یعنی خولگی هست، الله سبحانه و تعالی در بین شما در بین قلب های شما اختلاف رو میاندازه. زمانی که صف این امت موافق سنت بودنش نابود شد، زمانی که صف این امت مثل صف کشیدن صحابگان بودنش نابود شد و صف رو از این طرف و اون طرف کج کشیدند و مخالفت کردند در صف کشیدن، در بین قلوب در دلهای مسلمان ها بین همدیگر کینه و عداوت و دشمنی و فتنه انداخته شد. بارک الله فیک.